سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزانبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما میشود که این و دیگر موضوعها مطرح میگردند. امروز در دایره معرکه پیش از انتخاباتی همکاران ما تلاش میکنند در دوشنبه با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی مباحثه تشکیل نمایند. دیبت مذکور روزهای آینده پیشنهاد شما میگردد. یادآور میشویم که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان همگی 10 روز دیگر مانده است. مقامات و نمایندگان حزب‌ها میگویند که تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان ادامه دارد، اما برخی از ساکنان و کارشناسان سیاسی فضای پیش از انتخابات را در مقایسه با معرکه‌های گذشته چندان گرم و جدی نمی‌دانند. کوشش می‌کنیم که این موضوع را در برنامه خبری تحلیل کنیم. وزارت کارهای خارجه میگوید برای بازگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه مذاکرات دارند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیروز گفت در این باره از رهبریت عالی دستور گرفتند و حتما اجرا خواهند کرد. به قبل این نهاد 10 نفر از زنان و کودکان تاجیک آماده هستند که به وطن برگردند. در اول همین ماه سازمان ملل از کشورهایی که شهروندانشان در پناهگاه‌های سوریه نگهداری می‌شوند خواست که آنها را زودتر به وطن برگردانند. در پناهگاه و زندانهای سوریه نزدیک 100,000 جنگجوی داعش و عضو خانواده‌های آنها نگهداری می‌شوند که 70,000شان زنان و کودکانند. در تاجیکستان نرخ پتن و یا اجازه فعالیت صاحبکاری و کاسبی 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها در مقایسه با سال پیش تغییر نکرده است، اما سرباری انداز به دوش آنها بیشتر می‌شود. این یکی از دیگر موضوعهای بحث ما در برنامه امروز خواهد بود. هفته جاری نشست‌های مطبوعاتی وزارت نهادهای تاجیکستان به پایان رسید. چند سال می‌شود که در برابر مقامات سطح جمهوریوی در مناطق کشور هم مسئولین و خبرنگاران سال 2 بار نشست برگزار می‌کنند. سازمان ژورنالیستی نانسمید در روز اخیر نشست‌های خبری نظرپرسی را نشر کرد که در آن اکثر روزنامه‌نگاران گفتند از محتوای نشست‌های امسال راضی نیستند. چرا؟ پاسخش را در یک گزارش در برنامه خبری خواهید فهمید. در برنامه امروز همچنین گزارشی خواهیم داشت از شکار جانوران نادر در افغانستان. با وجود آنکه مقامات این کشور 10 نوع جانوران و پرندگان را به کتاب سرخ وارد کردند، اما ساکنان همانا به شکار آنها ادامه می‌دهند. بینندگان عزیز، همه شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت می‌کنیم که ساعت 5 به وقت تاجیکستان و ساعت 3 به وقت روسیه تقدیم می‌گردد.